پیام‌های پرزیدنت که بیشتر از 10 سال است که در تاجیکستان صورت میگیرند هر سال تقریبا همانند شدن، خیلی به هم شباهت پیدا کردن. از این پیام تا اون پیام ما خیلی کم میبینیم که در این پیام ها چیزی تغییر یافته باشد. از همین خاطر من فکر میکنم که امروز نه تنها تاجیکستان بلکه تمام دنیا با یک سال بیشتر پاسخ گفتن میخوان موقع حکومت تاجیکستان، موقع رسمی حکومت تاجیکستان با اون حادثه‌ای که گفتن ممکن تمامی جهان را فرا گرفته است. سخن درباره واقعه‌ها یا حادثه‌های می‌رود که در شرق نزدیک آغاز شدند و البته در تمام جهان با این طرز سرایت خود را به قول پیدا کردند. من می‌خواستم که با یک چند سوالات جواب خود رو می‌گرفتم. یکم جوابی که بحثا می‌خواستم گفتم که حادثه‌ای که در وادی رش در سال 2010 با وجود آمدن سبب این حادثه‌ها در چی بود؟ دویمش که کی جمهوری تاجیکستان از بحران انرژتیکی خواهد برآمد، چون که در سال 2007 پس از وعده‌های پرزیدنت که بعد از 2 سال ما از این بحران انرژتیکی میبریم تا حالا نبرآمدیم و میخواستیم که در این پیام پرزیدنت جواب به این سوال باشد و کی در سیاست کادری جمهوری تاجیکستان میگیم که قوم‌بازی و خویشتباربازی به انجام خواهد رسید. همین سوالای مهمی که من میخواستم از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شنوم. جامعه ما در آن شکل که باید رشد میافت نیافت، یعنی وضع سال تا سال جای بهتر شدن خوب نشد. خب مردم ببینید جای کاری نمیرسد، مقدار مهاجرای مهنتی شمارشون جای اختصار شدن زیاد شد. یعنی ما از عهده بسیار کارهایی که باید در طول چندین سال برآمده نتوانستیم. من فکر میکنم که پیام آینده پرزیدنت ماست فراگیری همین مسئله ها می باشد، یعنی مسئله تأمین بیخطری آذوقه‌واری و بهتر گرداندن وضع زندگی مردم می باشد. بعدا در مورد مسئله های اقتصادی باشد، مثلا اقتصاد ما خاراکتر مونوپولیستی را دارد و باید این حالت موردی تشویش رهبریت دولت باشد و فکر میکنم که به این مسئله نیز پرزیدنت وابسته به حل این مشکلات باید ابراز اندیشه نماید و از ساختارهای موافق دعوت به عمل بیارد که این مسئله حل خود را یابد.